ایمان چیست؟ وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایمان پرسیده شدند چنین جواب گفتند: ایمان این است که به الله و به فرشتگانش و به کتابهایش و به پیغمبرانش و به روز آخرت و به تقدیر نیک و بد ایمان بیاوری. روایت امام مسلم. ایمان قول و عمل است. ایمان یعنی با زبان اقرار کردن، با دل تصدیق کردن و با اعضاها عمل کردن است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ایمان 67 شاخه دارد که بالاترین آن قول لا اله الا الله و پایانترینش از راه اذیت را دور کردن است. شرم و حیا نیز شاخه از شاخه های ایمان است. روایت امام بخاری و مسلم. در این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند که ایمان 67 شاخه است و به 3 نوع ایمان مثال آوردند. یکی قول لا اله الا الله است که عملی زبان است. دیگری از راه دور کردن هر آن چیزی که مردم را اذیت می دهد و این عملی اعضا است. پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل را ایمان نامیدند، بنابراین عمل نیز ایمان است. سیوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیا را ذکر کردند که عمل قلب است. حیا نیز عمل است و رسول الله صلی الله علیه و سلم حیا را ایمان نامیدند. این حدیث دلالت می کند که عمل از ایمان است. ایمان زیاده و ناقص می شود. ایمان با طاعت و عبادت زیاد می شود و با گناه ناقص یعنی کم می شود. اگر بنده عملی صالح را خالص برای الله تعالی اجرا کند و آن عمل را موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ادا نماید، ایمانش زیاد می شود. اما اگر گناه کند، ایمانش ناقص و کم می شود. از همه بزرگترین عبادتی که ایمان را زیاد می کند طلب علم شرعی است. گناه به ایمان ضرر دارد. با گناه ایمان ناقص می شود. بیان میثاق. به میثاقی که الله تعالی از فرزندان آدم علیه السلام گرفته است ایمان می آوریم. معنای میثاق در لغت باوری، عهد و پیمان گرفتن است. میثاق در شریعت اسلام چنین معنا دارد: الله تعالی پیش از آفرینش انسانها از آنها عهد و پیمان گرفته بود. الله تعالی روح آنها را آفرید و از آنها پرسید: و پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندانش را بیرون آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت و پرسید: آیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: آره، گواهی می دهیم تا در روز قیامت نگوید که ما از آن بیخبر بودیم. الله تعالی آنها را به این عهدی که بستند شاهد گردانید. کسی در دنیا الله تعالی را عبادت نکند و وقت روز قیامت پرسیده شود که برای چی عبادت نکردی، در آن روز دیگر بهانه ندارد. برای آن که انسان اقرار کرده بود که الله تعالی پروردگاری است. برای معلومات بیشتر در این مسئله به تفسیر حافظ ابن کثیر سوره اعراف آیه 172 و شرح عقیده طحاوی و ابن ابی اللیث حنفی نظر کنید. فرض اول به تمام بنده ها شناختن الله تعالی و به او ایمان آوردن است. باید بنده باور و اعتقاد کند که بجز الله سبحانه و تعالی دیگر خدایی برحق نیست. الله تعالی گفت: بدان که بجز الله دیگر خدایی برحق نیست. سوره محمد آیه 20.